میدونم دلت امشب میسوزه، شب اجر شب مزده. خیلی ها گرفتارن، خیلی ها به من التماس دعا گفتن. بدن زهراشو میخواد غسل بده. دیگه مقدمه رو میذارم کنار، از همینجا وارد مطلب میشم. میخواد بدن زهراشو غسل بده. گفت حسینم اگر این مصیبت رو گوش بدی دلت آتش میگیره. گفت حسینم برو عمو سلمان را خبر کن بیا. حسین 4-5 ساله در اون نیمه شب رفت سلمان را خبر کنه. ابوذر مقداد، خوب حواست به من باشه، به امام حسن گفت حسنم تو هم برو مقداد را خبر کن بیاد. چرا امام حسن را دنبال مقداد فرستاد؟ معلوم میشه خانه مقداد دورتر بوده. امام حسین آمد صدا زد سلمان عمو بیا، میخوای مادرمون را غسل بدیم، میخوای مادرمون را کفن کنیم. آی امانمون، آی امانمون. من یه سوال میکنم آقایا ابوالحسن، چرا در نیمه شب این بچه کوچولوها را فرستادید؟ آخر ابوذر رو میفرستادید، قنبر رو میفرستادید. ممکنه آقا جواب بده میگه آخر میخواستم مادر پهلو شکسته را غسل بدم. نگاه میکردم این بچه ها دارن خیره خیره به مادر نگاه میکنن. دیگه امشب جلو گریه تا نگیر، جلو ناله تا نگیر، عجزتم از امام حسین بگی، چون داری برای مادرش گریه میکنی. آمدن وارد خانه شدن، سلمان اومد، امام حسین اومد، مقداد اومد، امام مجتبی آمد، دیدن مادر رو غسل دادن، تو تابوت گذاشتن. انشالله بچه هاتون داغ مادر نبینن. آن چادر شبی را که شبا رو بچه ها می کشیدن رو تابوت مادر انداختن. وای وای وای. برو خانه زهرا نگاه کن ببین چه خبره، چی میبینی؟ علی ایستاد نماز میت بر بدن زهرا بخوانه. حسنن 4 انگوش عقب‌تر از بابا ایستادن. سلمان صف سوم، مقداد، ابوذر، عمار، عباس، اینام صف سوم ایستادن. صف 4 فزه دست زینب 4 ساله رو گرفته. های 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 های. انشالله کنار قبرستان بقیع. دست زینب 4 ساله رو گرفته. اسما دست ام کلثوم را گرفته، میخوان بر بدن مادر نماز بخوانن. ایستاد علی به نماز. الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله. الله اکبر. اللهم صل على محمد و آل محمد و صل على جمیع الانبیاء والمرسلین. الله اکبر. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. بگم باز تکبیر 4. الله اکبر. اللهم اغفر لهذه المیت. آیامان آیامان. الله اکبر. 5 تا تکبیر رو گفت. یه وقت بچه ها دیدن بابا دست به طرف آسمون بلند کرد، فرمود اللهم تقبل منا هذا المسجد. های امان های امان. هر جا نشستی دلم میخواد با من زمزمه کنی.
ای همسر مظلوم من فاطمه جانم فاطمه های 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 بچه هاشم بخونن ای همسر مظلوم من فاطمه جانم فاطمه همه ای همسر مظلوم من فاطمه بگو تو با علی سخن زهرا چرا دیگه با من حرف نمیزنی بگو تو با علی سخن فاطمه سادات علما بچه های فاطمه ببین چی داره میگه ایشه فدایی قرآن و دین فاطمه جانم فاطمه فدایی قرآن و دین فاطمه با محسنت خوردی زمین با محسنت خوردی زمین فاطمه جانم فاطمه در بین آن دیوار و در فاطمه جانم فاطمه همه در بین آن دیوار و در فاطمه جانم دادی تو 6 ماه پسر فاطمه وعلي ظلمة ويا علي الزهرة وانا كل قاعد في المجلس ظلمة ويا علي الزهرة ولما ماتت بغصتها من میگم زهرا را سیلی زدن تو ساکت نشستی میگم پهلوی زهرا را شکستن بچه‌شو کشتن میان در و دیوار خورد زمین مرحوم مجلسی میگه در کنده شد افتاد روی بیبی روی قاقا ای صدا میزنه بابا یا رسول الله وعلي ظلمة ويا علي الزهرة ولما ماتت بغصتها حين اللي على المغسل شفت صواب جثته قمت تنحب يا ابو الحسنين رحم الله والديك اللي تساعدني قمت تنحب يا ابو الحسنين وعانك تهل دمعتها هذا اللي جرى عليها عباد الوثن من جاك
عبادالوطن کی رو میخواد بگه؟ میگه عمر رو. چون میدونید بر زهرا چه کرده بودن؟ مقداد گفت به عمر، گفت عمر میخوای منو بزنی بزن، کتکم میزنی بزن، من که دیگه از زهرا بالاتر نیستم. عمر وقتی میخواستیم زهرا رو به خاک بسپاریم دیدیم خون از پهلوی زهرا به کفن آمده. ای وفات اومده. فقط فاطمه و فی الجنب منها اثر للزیاد من اعداء. زینب 4 ساله ایستاده داره نگاه میکنه، میبینه بابا دستشو برد بالا، میگه اللهم تقبل منا هذا المسجى، یعنی خدایا این قربانی را از ما قبول کن. آی کربلایی ها، آی بچه های امام حسین، این دختر کوچولو این مطلب رو از باباش یاد گرفت. کنار گودال قتلگاه چشش که به اون بدن پاره افتاد، دستشو برد بالا، قالت اللهم تقبل منا هذا المسجى، خدایا این قربانی را از ما قبول کن. همه با هم بگیم حسین. اما اینجا عباس اومد، عموی علی اومد زیر بغل علی رو گرفت. آقا بجو بریم خونه، بس دیگه. آقا این بچه ها و یتیمان زهرا بیتابی میکنن. فرمود عمو میگی بیام خونه، میام. اما کدام خانه برم جای زهرا ما خالی ببین. اینجا زیر بغلای علی را گرفتم، اما کنار گودال قتلگاه اونقدر زینب و زدن، اونقدر بیبی را با تازیان زدن که بیبی غشگت روی زمین. ای حسین قد ورثت زینب من امها كل الذي جرى عليها وزادت البنت على امها من دارها تهدى الى جل. یا الله.